بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو جدید. من داخل ویدیو قبلی گفتم که با هر لایکتون 5 تا بلاک میذارم، با هر کامنتتون 10 تا بلاک میذارم و با هر سابتون 25 تا بلاک میذارم. و اون ویدیو کلی لایک و ساب و کامنت گرفت. حدود 9 تا کامنت گرفت، 8 تا لایک گرفت و یه دونه هم سابسکرایب گرفت. پس ما امروز ساختیمش و اومدیم که به شما نشون بدیم. و برای نشون دادنش من خودم آماده کنم و تا نشون دادنش let's go. خب برعکس ما آمادش کردیم، یه ذره تا اینجا اومد. خواستم خیلی بزرگ درست کنم که اصالت کوروش کبیر رو نشون بدم و این ویدیو هم هنوز ادامه داره. با هر لایکتون 5 تا بلاک میذارم برای ساخت مقبره کوروش کبیر، با هر کامنتتون 10 تا بلاک میذارم برای ساخت مقبره کوروش کبیر و با هر سابتون 25 تا بلاک میذارم برای ساخت مقبره کوروش کبیر. یادتون نره ما میخوایم به یک عرب ثابت کنیم که فقط ایرانیا برندن و هیچ کس دیگه ای برنده نیست. ممنونم، نوکر شما هستیم. تا ویدیو بعدی، فعلا بای بای.